الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 20 از حلقه های کشف الشبهات اهل بدعت در مسئله الحکم بما انزل الله است. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما صفات های کسی را که صاحب حکم است، مستحق حکم کردن هست، آن کسی که دین برارنده هست، دین سازنده هست، آن کسی که قانون برار هست و امر کننده و نهی کننده هست ذکر کرده می شود. صفات های این ذکر کرده می شود. اگر به عباره دیگر بگویم، کیست؟ همون کسی که او مستحق باشد که دیگرها را حکم بکند، او مستحق باشد که یعنی حق داشته باشد که دین سازد، دین ساختن از حق او باشد، قانون برآوردن از حق او باشد، مستحق باشد به قانون برآوردن، امر کردن از حق او باشد. او کیست و چه صفات ها دارد؟ برادران و خواهران عزیزم، هیچ خلاف در بین مسلمان ها نیست، از اول مسلمان ها تا امروز و تا روز قیامت هیچ خلاف نیست که حکم و تشریع و قانون برآوردن و قانون براری و حلال کردن و حرام کردن و امر کردن و نهی کردن و ساختن دین، این خاص الله سبحانه و تعالی است. این عملها خاص الله است. حکم کردن، قانون برآوردن، حلال کردن، حرام کردن، یک کسی رو به چیز مجبور کردن و نهی کردن و یک کسی رو از چیز بازداشتن، این خاص الله است. دین ساختن و نظام ساختن، این خاص الله است سبحانه و تعالی. و هیچ کسی، یگان نفر، نه پیامبر نه اولیای، هیچ کسی در این مسائل با الله شریک نمی شود. پیامبران هم از پیش خودشان هیچ حکمی را صادر نکردند، هیچ قانونی هم نبرآوردند، یگان چیزی را حلال یا حرام نکردند، یگان چیزی را امر و نهی نکردند. هر کاری که کردند این به وحی بود. چخیلی که الله میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این رسول الله محمد صلی الله علیه و هیچ چیزی را از پیش خودش نمیگفت و هر چیزی که میگفت این وحی از جانب الله بود. در این مسائل هیچ کسی شریک الله نیست و الله سبحانه و تعالی یگانه خودش، تنها خودش همان ذات است که حکم میکند بندگانش را و بندگانش را امر میکند و بندگانش را نهی میکند، باز میدارد. و به هر یک بنده هایی که در این عالم زندگی میکند فرض عین است که اطاعت الله بکند، پا برجا به شریعت باشد، به شریعت پایبند باشد، عمل بکند و به این عملی کرده اش و به این اطاعتی کرده اش ثواب میگیرد، اجر میگیرد و عاقبتش جنت است. و هر کسی که سرکشی میکند، اطاعت نمیکند، عاقبتش جهنم است.
و به مقدار گناهش عقاب دارد. پس برادرم و خواهر عزیزم، حکم کردن و حکم این خاص الله عز و جل است. به هیچ کس حکم کردن جایز نیست مگرم به حکم الله. این سخن به اجماع تمام امت است، به اجماع تمام علما است، به اجماع صحابگان است. در این مسئله هیچ کسی خلاف نکرده است. هر کسی که به همین گفته ها که اجماعی مسلمین است مخالف برایت، به تحقیق کافر شده است و کافر است. هر کسی دعوا بکند، هر کسی ادعا بکند که غیر الله حق حکم کردن دارد، هر کسی دعوا بکند که غیر الله حقی تشریع دارد، قانون براری دارد، حق حلال کردن و حرام کردن دارد، حق امر کردن و نهی کردن دارد، به تحقیق کافر شده است. این به اجماع علما هست. کافر شدن است به اجماع است، هیچ خلافی نیست برای کافر شدن است. این چنین انسان کافر شده است. این یکی از سرشوی عقیده در همین باب است. به هر یک من شما ضرور است و واجب است که باید این را بیاموزیم یا بفهمیم. به هر یک مسلمان فرض عین است که همچنین اعتقاد داشته باشد. علما میگن هیچ کسی به جنت وارد نمی شود مگرم این که همچنین انمین عقیده را داشته باشد. خیلی که شیخ علی بن خدیر الخدیر میگند، خیلی که شیخ ابراهیم ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف آل شیخ میگند، خیلی که ابن باز رحمه الله میگند، رحمهم الله جمیعا، میگن که ولن يدخل الجنة احد الا بعد ایمانی بهذا الاصل، و هرگز به جنت یگان نفر داخل نمیشود مگرم اینکه همچنین به همین اصل، این اصل است، به همچنین اصل ایمان آورده باشد. بارک الله فیکم. پس با وجود این الله سبحانه و تعالی برای اینکه از مشرکین یا که بر مشرکین حجت را قائم بکند، الله صفتهای خصوصیت خودش را ذکر کرده است که به همین صفتهای خصوصیتش الله صاحب حکم است. الله صفتهای خاصی دارد که از همین سبب الله صاحب امر است، صاحب نهی است. و الله بیان کرده است در بسیاری از جای کتابش که الله صفتهای دارد که الله را مستحق میکند که قانون برآورد، دین سازد، حلال کند، حرام کند، امر کند، نهی کند، حکم کند، قضاوت کند. و این صفتها در یگان مخلوق، در یگان انسان به وجود آمدنش ناممکن است. این یگانه صفت خالق است، یگانه صفت الله است سبحانه و تعالی، همون ذاتی که خلق کرده است و به همه تقدیر گذاشته است، هدایت کرده است، آنی که همه چیز را میداند و آن ذاتی که ذات یگانه هست، الرب، الله است که میداند که برای مردمش کدام قانون بهتر است، کدام قضاوت خوب است، کدام حکم خوب است. حکمی که برای صلاحیت مردم باشد، برای صلاحیت خلقش باشد، بنده هاش الله میداند. الله میداند که برای این مردم، برای این بنده هاش کدام حکم منفعت بخش است و کدام حکم ضرر دارد و از کدام نمود قانون برای این بنده ها خیر و نیکی به وجود میاد و از کدامش بدی به وجود میاد. این همه سبحان الله از آن الله است.
این همه از علم الله است. این همه صفتهای بزرگ الله است که یگان نمود این صفتها در مخلوقین نیست، در مخلوقها وجود ندارد. این از خصوصیت الله، از خصوصیت رب است تبارک و تعالی که هیچ کسی به او شریک نیست. الله میگه در سوره اعراف آیه 54 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا له الخلق والامر. آگاه باشید که همه خلق و همه امر از آن الله است. یعنی امر کردن، نهی کردن، حلال کردن، حرام کردن از آن الله است. هر کسی که خلق کرد همه خلق از آن اوست. پس همون ذات مستحق امر کردن است. همون ذات یگانه، همون ذات حق دارد که امر بکند و نهی بکند و قانون برآورد و حکم بکند. چرا؟ زیرا که یگانه او خلق کرد و تمام خلق از آن الله است، مالکش الله است. پس همون حقی امر کردن نهی کردن دارد. ابن باز رحمه الله در این باب یک سخن زیبایی را میکنند که ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر وهو الحكيم العليم اللطيف الخبير يعلم أحوال العباد وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. سبحان الله. برای همین میگن از مقتضای رحمت الله و حکمت الله این بود که یا این است که تحاکم، مراجعت کردن در بین بنده ها به شریعت الله باشد. یعنی بنده های الله در این دنیا تمام اختلافات خود را با مراجعت کردن محکمه های شرعی حل و فصل بکنند. به وحی الله، به قرآن و سنت مسئله را حل بکنند. هر آن مصیبتی که به بالاشون میاد، هر آن اختلاف و مشاجره که به بالاشون می آید، باید به محکمه الله تحاکم بکنند، مراجعه بکنند. زیرا که الله حکیم است، علیم است، دانا است، لطیف و مهربان است، خبیر است از احوال من و شما، از احوال تمامی مخلوقاتش دانا است، باخبر است، تمام احوال بندگانش را میداند و کدام حکم برای این بنده ها خوب بودنش را میداند. حاضری این بنده را و آینده این بنده ها را میداند. و این از پررگی رحمت الله، کاملی رحمت الله به بندگانش بود که در بین بندگانش در منازعه ها، در مخاصمت ها، در اختلاف ها، در کشمکش ها خودش حکم بکند تا که در بین مردم عدل و خوشبختی به وجود بیاید، تا که در بین مردم اختلافات ها نابود بشود، تا که مردم راضی بشوند، تا که مردم همه آرام بشوند و قلبهایشان مطمئن باشد. چرا که بنده وقتی که یک اختلاف را به حکم الله حل و فصل میکند راضی میشود و خوشنود میشود، گرچنده که بر زیان خودش باشد. این از رحمت الله است سبحانه و تعالی. و افضل ترین کسی که در این مسئله سخن کرده است، خیلی که علما میگند این سخنی شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمه الله است، صاحب کتاب تفسیر اضواء البیان. در کدام باب؟ در باب بیان صفتهای کسی که مستحق حکم کردن است، مستحق قانون برآوردن است، یعنی حق حکم کردن و حق قانون برآوردن دارد. شیخ محمد امین شنقیطی در تفسیر اضواء البیان میگن که اعلم، بدان، ان الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له. الله در آیاتهای بسیارش صفتی کسی را که صاحب حکم کردن است، حق حکم کردن را دارد، بیان کرده است. فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن. هر یک عاقل و به هر یک عاقل ضرور است که
به این صفتهای الله ذکر کرده گوش فرا دهد و تأمل بکند، تأمل به این صفتها بکند، اون صفتهایی که علما به شما ذکر میکنیم، و مقابله به صفتهای بشر بکند و یقابلها مع صفات البشر المشرعین للقوانین الوضعیه. و همین صفتهایی که الله در قرآن ذکر میکند، صفتهای قانونبرار، قانونساز، حکم کننده را به صفتهای این مردم، به صفتهای این بشری که اینها قانون ساختند، قانونهای وضعی، به اینها روبرو کند که آیا درست می آید یا نمی آید. سبحان الله. یعنی در اینجا شیخ محمد امین شنقیطی میگن که صفتهای کسی که صاحب حکم است، حکم برآورنده است، حق حکم برآوردن دارد، حق حکم کردن دارد، حق قانون برآوردن دارد. انسان، یک بگویم انسانی که مخلوق است و این صفتها رو ندارد، نمیتواند که حکم بکند. انسان اصلا حق حکم کردن، قانون برآوردن و سبحان الله صاحب حکم شدن ندارد. چرا که این صفتها را ندارد؟ یکمین صفت خلق است. کی همه چیز را خلق کرد؟ کی انسان ها را خلق کرد؟ الله خلق کرد. پس همین الله صاحب حکم است. کی مردم را رزق میکرد؟ الله. کی تدبیر کرده است؟ مدبر است الله. کی صاحب امر است؟ الله. پس شیخ محمد امین شنقیطی میگن که آیا انسان هایی که امروز قانون میبرآورند، قانون میسازند و حاکمند، به غیر حکم الله رسول حکم میکنند به قانون های وضعی، اینها هم همچنین صفت دارند؟ این انسان ها هم آیا خالق هستند؟ آیا مدبر هستند؟ نه والله، اینها ناچیزند، اینها هیچ کسی نیستند. اینها پسترین هستند، احقر و اذل و اصغر، حقیرترین، خاروزارترین، پسترین انسان هستند. پس شما میگند ای مسلمان ها، از این چنین انسان ها دور بشوید، اطاعت نکنید، به درجه ربوبیت نبرارید، یعنی به درجه ربوبیت برآوردن انسان ها به حکم اینها اطاعت نکنید. بارک الله فیکم. پس این موضوع ما خلاصش این است که صفتی الله سبحانه و تعالی صفتهای کامل است و صفتهای الله به من و شما خبر میتید که صاحب حکم، صاحب قانون برآوردن، صاحب تنظیم ساختن، دین ساختن، این تنها الله است و یگانه الله حق به امر و نهی، به حلال و حرام کردن و قانون برآوردن است و حکم کردن است و بجز الله هیچ کسی این چنین صفتها را ندارد. و هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند و هر کسی که به حکم غیر الله مطلقاً اطاعت میکند و این را جایز میداند، سبحان الله، این البته مشرک است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین القرار به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز در موضوعهای دیگر صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.